خدمت همراهان آب آتش متین. امروز میخوایم راجع به موضوع نحوه عملکرد و نصب و راه اندازی ست کنترل های دیجیتال توضیحاتی رو خدمتتون عرض بکنیم. در ابتدا باید بگم که این ست کنترل در عین حال که عملکرد یکسانی شبیه به مابقی ست کنترل ها داره، ولی در عین حال دارای ویژگی های منحصر به فردیه که در ادامه بهتون توضیح میدم. یه سری مشخصات اولیه این ست کنترل داره که شبیه همه ست کنترل های دیگه است، مثل سیم هایی که اتصال به پمپ آب، برق شهری و حالا ورودی و خروجی پمپ و جریان آب پمپ رو نشون میده که از سمت پایین به بالا هست. این یه چیز کلیه در ست کنترل که حالا توی بقیه ست کنترل هم شما میبینید. از این ست کنترل در دو مود کاری میتونیم استفاده بکنیم. اول مود کاری F0 اصطلاحاً بهش گفته میشه، یا مود کاری اولشه که به صورت پیش‌فرض هم روی دستگاه تنظیم شده. مثل ست کنترل های معمولی زمان توقف پمپ با بسته شدن شیر آب سنجیده میشه. در این مود شما فقط میتونید استارت پمپ رو تنظیم بکنید، یعنی زمانی که فشار جریان آب داخل لوله ها کم میشه، ست کنترل فرمان میده به پمپ که روشن بشه و شروع به کار بکنه. پس متوجه شدید که مود کاری اول یا F0 فشار استاپ رو نمیتونه تنظیم بکنه. یه توضیح کوچیک رو بهتون بدم که این فشارهای کاری که داریم راجعش صحبت میکنیم همه با درصد سنجیده میشن. حالا جلوتر کاملتر متوجه میشیم. مود کاری دوم این دستگاه F1 گفته میشه. برعکس مود کاری اول، حالتی که شما میتونید فشار توقف دستگاه رو انتخاب بکنید یا همون فشار استاپ. حالا سوال پیش میاد که چه زمانی از مود کاری F1 استفاده میشه؟ اگر در سیستم آبرسانی ساختمان شما از منبع انبساط استفاده شده باشه، دستگاه ست کنترل رو باید روی مود کاری F1 تنظیم بکنید. یعنی دستگاه میاد مثل یک پرشر سویچ مکانیکی معمولی تنظیم میشه و زمانی که درصد فشار استاپ رو انتخاب میکنید دقیقاً مثل این هست که فنرهای یک پرشر رو سست یا محکم میکنید. خب، نحوه عملکرد کلی دستگاه رو خدمتتون توضیح دادم. الان برای نصب و راه اندازی دستگاه میخوام دستگاه رو به برق شهر وصل بکنم و توضیحاتی که روی دستگاه ظاهر میشه رو بهتون بدم. در جریان باشید که یه بروشور کامل از تمام این مطالبی که دارم خدمتتون عرض میکنم داخل خود دستگاه هست که شما برای نصب و راه اندازی دستگاه میتونید بهشون مراجعه بکنید. خب، زمانی که دستگاه رو به برق وصل میکنیم 3 تا عبارت پشت سر هم روی دستگاه ظاهر میشه. دکمه اینتر دکمه‌ای که شما میتونید باش دستگاه رو ریست بکنید. من الان مجددا میزنم C7 آن و F0. خب، C7 چیه؟ C7 اون نسخه ورژن برنامه راه اندازی شده روی این دستگاه هست. آن نشون دهنده اینه که این دستگاه روشنه و آماده به کار هست. F0 هم مود کاری پیشفرض یا مود کاریه که دستگاه روی اون تنظیم شده. خیلی خوب، الان یه خطایی ظاهر شد، خطای ایوان. خطای ایوان خطایی هست که زمانی که پمپ بدون آب کار بکنه روی دستگاه ظاهر میشه. خب طبیعی الان ما اتصال پمپش رو وصل نکردیم و داره خطای ایوان رو میده. برای راه اندازی دکمه استارت رو 5 ثانیه نگه می‌داریم. چند دفعه چشمک زد، علامت LO که ظاهر شد دستتون رو برمی‌دارید. عددی که نشون میده عدد 76ه. عدد 76 یا همون 76% که به صورت پیشفرض دستگاه روی این عدد تنظیم شده. عدد 76 رو دیدید که فشار پیشفرض دستگاه تو مود F0. با دکمه استارت میتونید این عدد رو تغییر بدین. بازه تغییرات این عدد بین مینیموم 50 تا ماکسیموم 90% هست که میتونید روی اون انتخاب بکنید. خب، حالا ما روی عدد 66 مثلا انتخاب کردیم، میخوایم تغییرش بدیم.
72 رو انتخاب میکنین. انتخاب که کردی اینتر رو که بزنی چشمک میزنه، این میشه پیش‌فرض، ریستارت میشه، برمیگرده به حالت اولش. این نحوه تنظیم کردن فشار استارت و راه اندازی در مود F0 هست که درصد دلخواهتون رو انتخاب میکنید و راه اندازی میشه. خب حالا شما میتونید فشار توقف رو هم تنظیم بکنید یا فشار استاپ، همون مود کاری F1 که قبلا بهتون توضیح دادیم. برای این کار دکمه استاپ رو این بار میایم 5 ثانیه نگهش میداریم. یعنی حالا این دوباره خطای ایوان رو داده، من دستگاه رو ریست میکنم که برگرده به حالت اولیه، یعنی F0 رو که نشون داد، من استاپ رو 5 ثانیه نگه میدارم. ببینید وقتی علامت HI رو نشون داد، HI یعنی این که رفته تو حالت F1، ولی الان میاد F0 رو به شما نشون میده. این یعنی چی؟ یعنی دستگاه به صورت پیش‌فرض روی حالت F0 تنظیم شده. خب برای اینکه الان ما بیایم این F0 رو تغییرش بدیم و ببریمش توی مود F1 باید بیایم دکمه استاپ رو بزنیم که عدد روی نمایشگرتون تغییر بکنه. حالا من دوباره از اول این کار رو انجام میدم. این HI F0 رو نمایش داد، عدد استاپ رو میزنم، عدد ظاهر شد. این عددی که ظاهر میشه این دیگه توی مود F1 داره نمایش داده میشه که با همون دکمه استاپ شما میتونید عدد رو کم و زیاد بکنید. بازه تغییراتی این هم بین عدد 50 یا 60 تا 88% هست و میتونه این رو توی این بازه زمانی شما تغییرش بدید. برای تفهیم بهتر اعدادی که الان روی این نمایشگر دیدید، اعدادی که روی ست کنترل بهتون نمایش داده شد، باید توضیح بدم که زمانی که برای اولین بار شما این ست کنترل رو به پمپ وصل می‌کنید و شروع به کار می‌کنه، مکانیزم این ست کنترل به صورتی هست که به اندازه 1 الی 1.5 تا 2 دقیقه مدام کار می‌کنه تا بفهمه توانایی پمپ شما چقدر هست. به این حالت اصطلاحاً ماکسیموم گیری گفته میشه. در این حالت ماکسیموم گیری بهتر هست که شیر آب مصرف کننده های ساختمان بسته باشه و در حقیقت واحدها موقتاً از آب استفاده نکنن تا دستگاه ست کنترل بتونه حداکثر توان پمپ رو اندازه بگیره و عملکرد هوشمندانه ای رو در طول کار داشته باشه. حسن این دستگاه نسبت به پرشرهای مکانیکی چیه؟ اینه که دیگه پیچ تنظیم مکانیکی استارت شما ندارید، وجود نداره و مشکل اکثر نصاب‌ها که تنظیم فنرهای پرشر سویچ بود رو کاملا اومده حل کرده و کار رو براشون خیلی آسون کرده. حالا میخوایم ببینیم که رابطه بین اعداد فشار استارت، استاپ با فشار ماکسیموم چیه؟ عددی که در استارت و استاپ میبینید بر مبنای درصدی از فشار ماکسیموم هستن. مثلا فشاری که در حالت توقف نشان میده مثل عدد 86 که دیدین یا 88 یا هر درصدی که خودتون انتخاب کردین، این عدد حداکثر فشاری هست که در دستگاه میتونه ایجاد بکنه یا اصطلاحاً 86% از فشار ماکسیموم هست. یعنی زمانی که برای اولین بار دستگاه رو روشن کردی و در فاصله زمانی 1 الی 2 دقیقه دستگاه در حال سرچ فشار ماکسیموم بود و مثلا فشار 4 بار رو نشون داد، پمپ شما فشار ماکسیمومش 4 باره، این 86% همون 86% از فشار 4 بار هست. میشه مثلا 86 یا 88% یا هر عددی که دستگاه نشون میده از فشار ماکسیموم. و حالا فشار استارت رو هم بهتر بدونید حتما. فشار استارت چطوره؟ فشار استارت هم گفتیم بازش بین 50 تا 90%، بازه 50 تا 90% از فشار توقف یا استاپ میشه. فشار استارت با فشار استاپ سنجیده میشه.
همونطور که فشار استاپ با فشار ماکسیموم سنجیده میشه. یعنی همواره بین فشار توقف و فشار استارت یک فاصله وجود داره که حتی اگر روی ماکسیموم این اعداد هم تنظیم بشن، هیچ وقت این اعداد به همدیگه نزدیک نمیشن و پمپ یکسره کار نمیکنه. پس نتیجه گیری کلی ما شد که 3 تا فشار کاری داریم: فشار ماکسیموم، توقف و استارت. ماکسیموم از ابتدای راه اندازی ست کنترل همراه پمپ وقتی که به پمپ وصل میشه تنظیم میشه. فشار توقف فشاریه که درصدی از فشار ماکسیمومه و زمانی که شما توی مود کاری F1 تنظیم میکنید ازش استفاده میکنیم. و فشار استارت درصدی از فشار توقفه که زمانی که از F0 استفاده میکنید این فشار رو خواهید داشت. در پایان توضیحاتم باید بگم که این ست کنترل فوق‌العاده قابلیت‌های خاص و منحصر به فردی داره که در مقایسه با نمونه‌های خودش حتی برندهای ایتالیایی با این قیمتی بسیار مناسب و مقرون به صرفش خیلی کاربردی هست و فوق‌العاده جزئیات بیشتری داره که میتونیم بهش بپردازیم، ولی خب الان فکر میکنم که همین مقدار کافی باشه و این توضیحات تقریبا یه مجموعه از کاربردی ترین و اصلی ترین اطلاعاتی هستن که شما برای راه اندازی اولیه این دستگاه نیاز دارید که بدونید و امیدوارم که این اطلاعات براتون مفید بوده باشه.